تی تا تو تی تا تو تی تا تو. ای بابا تیغه تتلو توهی کدومشون؟ 4 تاشون. گوش کن حالا شده انجام بدی کاری که بشی از انجامش پشیمونو کنی زاری. من بودم که بهشون اعتراض میکردم و جوابشونو میدادم با یه سری از صفای بعد. من دوستشون داشتم ولی باباشون منو زد. وقتی زدم زیر گل پیش دست زیرم همشون فکر میکردم بیشیر مادر میمیرم. همه بهم میگفتن هیچی نمیشم توی رپ. منم از ترس این کابوس داشتم میسوختم تو در تا یه روز هیچی از گفت نه چیزی نگفت. اون تو زیر زمین خونه من زنانیه از سرشم زیادیه. من همه چی بودم به جز فوق ستاره ولی اشکالی نداره سعی میکنم دوباره. هیچکی باور کن دوست نداشت چون هیچی نبود. فکر میکرد تهران به اسمش زیر سقف کبود. اونا تیغه رو میخواستن پس من زدم نقاب تا بشم همون چیزی که اونا میدیدن تو خواب. قربه سپاکو میگفتن تیغه با تتلو چیزی نیستم به جز دوتا بچه کوچولو. حالا شدی واسهتون دوتا لولو که میترسن از ما دافای هلو. گفتم تو حالت عادیم فکر نکنشم من بیشرفم اگه فوق ستاره نشم. چرا وقتی معروف شدم دنبال میدوی دنبال تیغ اردلان پیش رو تتلو توهی. بابا زد تو گوشم چون یه بار دیگه غذامو ریختم رو پوشم. اما اون خودش گفت اگه دستمو بخونم خوب برام زمین گیره یه زن تو پر مثل تو. همه یه آرواره ها دارن میخونن از یه چیز از بابک تیغه همون لبه‌ای که هست باریکوتی. آره بچه خانی یا باده 20 متری میاد ببینم کدوم یکی دوست داره جلو بیاد. شما تیغه رو میخواستی؟ آره آخه همه دارم میگن اون خیلی باخانه. هر کی رو ببینی میگه تیغه بس دیگه. شما از کجا میدونید این لعنتی کیه؟ یادت نبرسید فقط یه عوضیه. چرا میره تو خیابون شرای بقیه رو قابی زنه تا یه روز بشه فوق ستاره بره تو آسمون چشمک بزنه دوباره. اون شاید تو اتاق خواب تو باشه وقتی خوابی بکنه لباساشو خوش بخواد وقتی که داغی نمیره ور با قفل مافاره و فینوی بعد وقتی برقا میره نماز میخونه دو رکعت. اون فقط یه آدم عوضی و تن لشه که میگه بی شرفه اگه فوق ستاره نشه. وقتی بربری نباشه غذاش نباشه به خدا اون هیچی نداره موتورسیکلتش تلاشه. قربه سپاکو میگفتن تیغه با تتلو چیزی نیستم به جز دوتا بچه کوچولو. حالا شدی واسهتون دوتا لولو که میترسن از ما دافای هلو. گفتم تو حالت عادیم فکر نکنشم من بیشرفم اگه فوق ستاره نشم. چرا وقتی معروف شدم دنبال میدوی دنبال تیغ اردلان پیش رو تتلو توهی. میکروفون دست ما میکروفونو کش نری باید بگم گرگی گلی یه چوپان دورو گورو دری. من مثل شنان قرمزی میرفتم پیش مادر پیر اما پیشو مثل عقاب بود و تتلوی شیر. اونا منو صدا کردن تیغه یه فوق ستاره. رضا این چی میگه؟ زیر پل رومی با دوستا میفروختم لبو وقتی که بابام سر ماما جونم آورد هبو. قول میدم سوالای کنکور رو بفروشم با پول. همتون بهم رای بدین تا بشم رئیس جمهور. میتونم با یه خودکار آبی بزنم یه وام یا مثل دهخانه فداکار بخوابم زیر یه تام. مامانم بهم گفته نکنم تو دماغم دست وقتی مونم خونه تنها هیچ وقت نکنم مست. یه سوال چرا کلمه ها میرم به کار؟ معلومه واسه این که یه مشابه نشم بیکار. اگه من از همتون بهترم این داره دلیل چون شروع کرده بودم از جایی که بودم ذلیل. من فقط یه خودکار آبی دارم همین رو بس که باهاش میگیرم پس بازی شده عوض. برو واسه خودت بخر به مال من نزنید دست. اما تو رو خدا قسم نکنید خودکشی برای دیدن من باید بری پیش منشی. باید برم که چی جوشی. قربه سپاکو میگفتن تیغه با تتلو چیزی نیستم به جز دوتا بچه کوچولو. حالا شدی واسهتون دوتا لولو که میترسن از ما دافای هلو. گفتم تو حالت عادیم فکر نکنشم من بیشرفم اگه فوق ستاره نشم. چرا وقتی معروف شدم دنبال میدوی دنبال تیغ اردلان پیش رو تتلو توهی. این آهنگ دیست نیست بشقاب فقط هنوزم بین همه تون من استاد رپم. چیزی نیست اسکل شدم